سلام علیکم اکا جان و دودر جان، دست بخیر. ما یک مادری تنها از شما التماس میکنم که دمی و بیمارخانه خوام پوچم چک زرده و میروم میسوزه، درد میکنه، مثل در اینجا دور و کل و تمام چی در کار میشود. شب تا سحر خودم میدونم خدای طوری سر دست و پوچم میسوزم دیگه، اینه دستم خشیدگی هم دیگه یکون چیزا برداشتن نمیتونم، چکده نمیتونم. دستی یاری خدا به من رسونید، قربان تون شوم. خدای همه روزی باشه برای می طبابتی ما، برای دارو و کالای ما یکون چیز دستگیر کنیم، مرا یاردم کنیم. خدای همه روزی باشه پروردگار. و رحمت الله و برکاته. برادرای عزیز، مادرای عزیز، خواهرای عزیز، هر یک سخنی که در کامنت ها می‌نویسید، هر یک سخنی که در واتساپ ها می‌نویسید، سخن بهترین هزار رحمت کلام و هر یک نواری که می‌پرتم نیازمندو دستگیری میکنین. هزار رحمت کلام با همتون. در نزد کعبه مکرمه هستیم، یعنی در نزد خانه خدا هستیم. برادرای همتون خواهش میکنم فقط به خاطر الله هر کاری میکنیم، به خاطر الله. برادرای عزیز، نمره مادر میمونم، در کارتای مادر میمونم، نمره تلفن مادر میمونم. به خاطر خدا همین مادر یک دستگیری کنیم، بهترین میشود. باورم کنید به نهایت مادر وضعیتش بزیبه. همینجا نوارش بشکیده میمونم، تماشا کنیم. به هم به خاطر الله مادر کمک کنیم. همینجا زبیربانک جد دوشنبه سیت است، نمره تلفنش هم است. به هم خاطر برادرای عزیز حرکت کنیم، دستگیری فراموش نکنیم. ان شاء الله ما هم در نزد خانه خدا هستیم. در حق مادر دعا میکنیم که خدای خداوند مهربان به این مادر شفا نصیب بگردونه. باقی سربلند خانه آباد باشید. خداوند یار و مددگارتون باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با کل مردم مسلمان، با کل آن نفرانی که ما را تماشا میکنید، خوش آمدید به کانال خیر مهاجر. نه چقدر که میبینیم ما در پیش یعنی مادر هستیم. همین مادر چند مرتبه شد زنگ میزنن، زورا میکنن، گیره میکنن که به ما کمک کنید. این مادر پاشون جراحی کردن، شرایط ندارن، مادر تنها هستن، صاحب 2 فرزند. برای شرایط نداشتن برای ما مراجعت کرده بودن. در حقیقت این مادر شرایط نداشته، پوچهشون زرداب گرفته، چرک و زرداب گرفته، دیگر زورشون نمیرسه. به همین خاطر به ما و شما مراجعت کرده ایستادن. التماس میکنیم از برای الله بین یک دستگیری میکنیم. ببینیم با دستکاشون طولی چند سال شد به همین حال هسته. من چقدر که میبینیم دستکاشون پاشون هستن. مقصد بین دستگیری میکنیم، به همین سخنای از زبان همین مادر خودشون میشنویم، بعدا باز من خودم سخنان دوام میدیم. این مادر بیچاره گفتن بین همه کسا میشیم، به خاطر 2 فرزندش، به خاطر نمی درماندش، همه کسا میشیم یک دستگیری میکنیم. همین پوچه همین مادر ساز شود بالای سر فرزندکاش رو که مادر تنها های. خداتون از زبان همین مادر فهمید. بین همه کسا دست و دست میشیم و یاردم میکنیم. کانال خیر مهاجر، کانال اکر بگوله، چی کانالی که هست التماس میکنیم از برای الله همین ویدیو را پخش کنید و همین مادر که ما یک دستگیری خوب کنید. مادر همه این موشون میشود. اگر مادر ما در همین حالت غلطه، زورم که اومد همین کارو میکنه که خدا که نغلطه، نه که همین مادر از زور اومده. بین همه کسا دست به دست میشه، همین نبوره پهن میکنیم. خدا هم یار مددگارتون.